سلام و درود بر دوستان گلم، حالتون چطوره؟ خیلی وقت میشه تقریبا ندیدمتون و خوش اومدین به یک ویدیوی جدید از کانال یوتیوب بنده. آقا من یه تصمیم گرفتم، گفتم اگه قرار باشه من هر جایی که میخوام برم یه برنامه‌ریزی خاصی انجام بدم، بعدش از اونجا ویدیو بگیرم، هر 2 ماه 3 ماهی یه دونه ویدیو میشه. برای همین تصمیم گرفتم از جاهای مختلف سلام سک خوشگل. برای همین تصمیم گرفتم از کارهای مختلفی که در روز انجام میدم، روزمرگی زندگیمو براتون ویدیو بگیرم. که امروز کتابخونه بودم و یادم رفتش واقعیتش ویدیو بگیرم و الان عصرش که تقریبا شبه، هیچ حال نمیده بجز این که بریم رستوران غذا سفارش بدیم، بریم لب ساحل، بعد بهتون توضیح میدم اونجا میخوام چیکار کنم. یادتون نره حتما چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلشو بزنید، اینستای منو فالو کنید و بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها الان داریم میریم مکدونالد و میخوایم مکدونالد بریم غذا سفارش بدیم. خب اولین چیزی که میبینیم میشه توش پوخ کمانده، یعنی تاچ کنید برای سفارش دادن. ما میگیم چشم. زبون رو میگه انتخاب کنید، فرانسه. بعد این سمت بالا این رو میزنیم که انگار عضو نیستیم، تقریبا فکر کنم به خاطر همینه. سوخ پلاس آن پخته، همینجا غذا رو میخوریم یا برای بیرون بردن، یه همچین معنی میده. آن پخته. جو پی آن کارت بانکر، جو پی او کونتوار آن، یعنی با اسپس میخوای بدی که اسپس میشه سکه، با پول نقد کارت بانکی، کارت بانکر. لیست غذاهاشو میاره که نو منو، یعنی لیست غذاهای اصلیش که تاچ میکنیم. که از بالا بخوام نشون بدم، منو مکسی بست آف فلان، که مثلا من بخوام اینو سفارش بدم با بف، گوشت گاو یا با مرغ، 6 و 40 سنت. سیب زمینی سرخ کرده یا سالاد، که این حالتش رو سفارش بدیم. یکم زومش زیاده، نمیتونم هم الان زوم عوض کنم، ببینم میشه یا نه. بله میشه. کچاپ، نوشابه، فانتا، کوکا، فانتا. یکم ابعاد بزرگتر، یه حالت نرمال، ابعاد بزرگترش 80 سنت گرونتره و انتخاب شد. الان این پایین نوشته توتالیته 7 و 20، که الان بخوایم میزنیم ولیده لا کماند، یعنی انجام دادن خرید. بعدش فینالیزه لا کماند، یعنی نهایی کردن خریدمون. میگه اینجا کارت رو تاچ کنید، کارت خونو. این پایین که با سان کانتکت، یعنی بدون تاچ کردن، یا با انتگری کردن کارت، یعنی وارد کردن کارت، این پایین کدو میزنیم و انجام میشه. اما ما اینجا نمیریم. هر کسی میدونه که مکدونالد برای مسافرین اون شهر رو تقریبا غذای مطمئن ولی بی‌کیفیتی رو ارائه میده. برای همین تقریبا مسافرها هر جا رو که نمیشناسن میرن مکدونالد، چون میدونن دلدرد چیزی نمیشن. اما ما میریم دقیقاً روبروی اینجا شاورما سفارش میدیم. خیلی هم حجمش بیشتره، هم قیمتش به صرفه تره، هم خیلی خوشمزه تره. میریم شاورمامون رو میگیریم و میریم لب ساحل. سبا تاکوس، کباب، باربیکیو، آمپورته. جو پی آن کارت بست. به همین راحتی. این دنگ و فنگارم نداره. میگیم تاکو، کباب، الژیریان سسشه یا باربیکیو سسشه. و الان گفت برات ردیف میکنم و غذا رو میگیریم و میریم لب ساحل. خب بچه‌ها، دریای ساکت، آسمون صاف، ستاره هایی که توی اینجا معلوم نمیشن.
یک پسر تنها اینجا نشسته، خسته، گشنه. کاری که باید انجام بده چیه؟ شماره 4 بازی شهرونده. چرا؟ الان داشتن جهتگیری میکردن بین 4 یک شیشه تقریبا داشت زیر 4 رو خالی میکرد، داشت طرف 4 رو میگرفت. تنها کسی که نباید الان شیشو میکوبید شماره 4 بود که الان وقتی شماره 4 شیشو میکوبه یعنی در واقع تنها کاور تو این بازیشو تارگت زده. پس 4 میشه شهروند. خب 12 امیرهامون هم من شهروندیشو میپذیرم. امیرهامون دوستت دارم، میگی شهروندم، منم باید بازی میکنم. اوکیه. خودم نمیفهمم دارم چی میگم. بعد از 2 ماه اومدم بازی کنم، هیچ ایده‌ای ندارم دارم چی میگم، فقط دارم حرف میزنم ترنم پشت بره. شهروند ساده‌ام شدم، امیدوارم اون دوربینم درست جاساز شده باشه. آقای امیرهامون نصف دک رو کرد، نصف دک تارگت زده، تمام اونایی که تارگت زدن همشون بهش تارگت بک زدن. پس هیچ کدوم از اونایی که تارگت زدن یارش نبودن، چون یه جورایی کمتر به خود امیرهامون تارگت بک می‌زدن. پس امیرهامون میشه شهروند بازی. بعد مگه نمی‌گید من پشت شهروند بازی قایم شدم و دارم تارگت می‌زنم؟ پس قبول دارید اون شهرونده. پس هر وقت اون شهرونده قبول کرد که من پشت دارم بازی می‌کنم مافیام، شما هم حق دارید به من رأی بدید. خیلی راحت. امروز میخوام برم جیم که تو اینجا بهش میگن سال دانترنمان، لا سال دانترنمان، یعنی سالن یعنی سالن تمرین که اینجا مثل ایران نیست. نمیدونم دقیقاً ایران به چه صورته، اما تا جایی که میدونم فکر کنم هر سالنی مجزاست، به صورت انفرادی فعالیت میکنن، برندینگ نداره. اگه اشتباه میکنم حتما بهم بگید. اینجا به این صورته که برندهای مختلفه. مثلا یکی از برندها که من میرم اسمش از کیپ کول. توی شهر نیس کلی فرانشیز، کلی سالن کیپ کوله که وقتی یه جایی رو اشتراکش رو ثبت نام میکنید میتونید تمام سالن‌های کیپ کول رو در نقاط شهر یا در شهرهای دیگه هر وقت که میخواین کارتش رو استفاده کنید و وارد شید. یا مثلا بزیک فیت، اونم یه دونه برند دیگه است. الان داریم میریم کیپ کول رو بریم و از شیوه تمرین کردنم و سالنش رو بهتون نشون بدم و برو بریم. این بخشش بخش کاردیوه که برای کاهش وزن و حرکات سرعتیه. برای پا اونایی که خودشون وارد باشن بهتر از من میدونن، حالا که من تا جایی که بتونم بهتون توضیح میدم. این همون مثل شنا میمونه که برای قفسه سینه است، اسم میگن چست پرس دیگه. برای پا که اینجاش هم هر کدوم توضیح داده به چه صورت باید استفاده کنیم و روی کدوم از نقاط بدن هم تاثیر میذاره. برای پشت دوباره مثل همون دستگاه قبلی، فقط به صورت سیمش میمونه، با وزنه کار نمیکنه. برای شکم، برای سیکس پک، دوباره برای چست،
برای شونه، برای پا همینطور. یه طبقه بالا هم داره که بخش بالایی یه مقدار بخش پرایوت تر و خلوت تره که میشه ویدیو پلی داد و با مربی آنلاین یه جورایی تمرین کرد. هیچ کس نیست و هزینه بیشتری هم نداره، جزء همون مجتمع. هر سالن هم یه دونه اسپلیت داره. من معمولاً 3 روز در هفته میام و تمرینایی که انجام میدم رو به اجزای بدنم رو به چند بخش تقسیم میکنم. یه روز فقط برای شکم و بازوهام، ساعد و بازو و شکم برای سیکس پک، حالا تا بشه. یه روز دیگه برای پا، اون یکی روز هم برای عضلات سینه و پشته. من هر روز که میام تمام نقاط بدن رو کار نمی کنم. از توی اپلیکیشن موبایلم یه اپلیکیشن دانلود کردم که تمام تمرین‌ها رو بهم میگه. یک روز برای شکم و بازو ساعدمه، یک روز برای سینه و پشتمه، یه روزم برای پاهاست. و امروز روزی که برای شکم و بازو ساعدمه که بریم تمرینامو انجام بدم و بعدش دوباره بین استراحت با هم حرف میزنیم و یه سری توضیحاتم بهتون میدم. خب بچه‌ها تمرینمون بالا تموم شد و بعد ادامهش رو بریم طبقه پایین انجام بدیم با اون دستگاه ها و ماشینم.
خب بچه این سالونی که من تغییر کنم توش اسمش کیپکوله و ماهیانه هزینه اشتراکش 20 یوروه بدون مربی. 20 یورو فقط که بتونیم از اینجا استفاده کنیم که فکر کنم از ساعت 6 یا 8 صبح شروع میشه اوپنش و تا ساعت 11 شب که هر وسیله رو هر مدتی که دلت بخواد میتونی استفاده کنی. مربی اگه بخوای بگیری مربی خصوصی ساعتی 40 یورو اینجا. قیمت ایران اصلا نمیدونم اما خودتون میتونید مقایسه کنید. ساعتی 40 یورو و تمام اون 1 ساعت و 1 ثانیه‌شو وقت تلف نمیکنه و تماما باهات کار میکنه. من خودم مربی خصوصی نگرفتم، با اپلیکیشنایی که توی موبایل هست تمام حرکاتو یاد گرفتم و بریم ادامه‌شو پایین انجام بدیم. خب بچه‌ها رسیدیم به خفن ترین بخش ورزش که آرزوی هر ورزشکاری همیشه اصلا به خاطر این میاد باشگاه، اونم بخش خوراکی. این پخش کننده یا همون دیستریبوتور هستش که بخوام این قسمتش نشون بدم برای قهوه است. از این بالا انواع قهوه رو میتونید ببینید و انتخاب میکنیم، شکرش هم کنترل میکنیم. بعد از اینجا قهوه رو به ما میده بیرون. قیمت ها رو بخوام بگم ردبول اون پایین 2 یورو، نوشابه 1 یورو و اون بیسکویت ها 1 یورو، 1 یورو، 1 2.20 که اصلا هم نمیارزه این شکلاته. دوباره اون بالا 1 یورو سمت چپی 2.20 آب مدنی هم 1 یورو. قهوه همه جا که وقتی میخوایم سفارش بدیم خیلی قیمتش نسبت به اینجا بالاتره. اینجا 70 سنته. کجا نوشته؟ 70 سنت. سکه از اینجا میندازیم، کد رو وارد میکنیم، هر کدوم از این، حالا برای قهوه فقط دکمه‌شو میزنیم و انتخاب میشه. برای اون پایین هر کدوم نگاه کنید یه دونه کد داره، کد 14 15 5 25 23. کد رو وارد میکنیم یا با کارت که سان کانتکت، سان یعنی به فرانسوی یعنی بدونه، without. سان کانتکت بدون سان کانتکت، آره دیگه، سان کانتکت یعنی بدون تماس، همینجوری نزدیکش قرار میدیم و حساب میکنه و همین. این بخش هم بخش پروتئیناشه که پروتئین وی، شکلاتی و وانیلی. این ستا رو نمیدونم چیه، اگه ورزشکاران میدونن بنویسن تو کامنت ها، اگه داریم کسی و ورزشکار باشه حرفه‌ای. شیر پروتئین و شکلاتای پروتئین. تابلوی کوچایی هم که اینجا هستن همشون دیپلمن و فکر کنم باید حتما مجوز این کارو داشته باشی تا بتونی اینجا شروع به فعالیت کنی. اینجا مگه بخوایم ببینید انسانسش یعنی همون وان سشنش 40 یورو، 5 سانس، 10 سانس. نوشته راندوو الاکوی پور پلودنفو، معنیش اینه که برای اینکه اطلاعات بیشتری کسب کنید بعد بیاین توی اکوی که همون مسئول پذیرشه، که همون بخش پذیرشه که همینجاست. و اینم از اینو وای فای هم داره. یه فرهنگ خیلی جالبی، اشتباه گرفتم این دستمو. یه فرهنگ خیلی جالبی که اینا دارن اینه که بعد از استفاده از هر وسیله ای حتما باید بری با الکل پاک کنی اونجا رو. نمیدونم ایران به این صورته یا نه، اما اینجا رو من دیدم خیلی خوشم اومد و به نظرم تمیز اومد. و بریم سفارش بدیم و بخوریم. خب بچه‌ها تمرین امروز هم تموم شد و تقریبا تمرین امشب هم تموم شد، چون ساعت 9:30 شبه و اگه بیرون رو نگاه کنید هیچ کس تقریبا، انگار ساعت 12 ایرانه. و الان که تمرینم تموم شد، هر جلسه تمرینیم، هر سشن تمرینیم 2 ساعت تا 3 ساعته. امروز فرق نداره برای کدوم قسمت از بدنم میزنم. و الان بعد برم خونه و به همون برم و پودر پروتئین بخورم، حتما 2 تا اسکوپ پودر پروتئین با شیر و شامم بخورم و بگیرم بخوابم. فردا صبح زود بیدار شم و ببینیم چه اتفاقایی میفته. معلومه دارم میمیرم از خستگی. نه تا ویدیو بعدی فعلا.